سلام، صبحتون بخیر. ساعت 5:03 است. در خدمت شما عزیزان هستیم با جلسه پنجم. من خلاصه برداریامم بیارم اینجا تا شما عزیزانم برسید. خیلی خوش اومدین. بذارم من تایمر لایومون باز شه که سر 1 دقیقه ببندیم و شروع کنیم. این برام من وایس رو ضبط کنم. مرسی، من کامنت رو ببندم شروع کنم. جلسه پنجم هستیم با ادامه قوانین معنویت و قبل از اینکه شروع کنم میخوام راجع به یکی دیگه از رازهایی که میتونه تو رو سحرخیز بکنه صحبت کنم. دوست من دیگه تو این سه سالی که سحرخیزی رو با مدل‌های مختلف تجربه کردم فهمیدم که برای اینکه آدم بتونه یک خواب راحت و یک بیدار شدن راحت داشته باشه باید چه کارهایی بکنه. اوایل فکر میکردم همه چیز به زوره، یعنی مثلا من باید الان به هر نحوی خودم رو بیدار نگه دارم. بعد کم کم یاد گرفتم که نه، انقدر نیروهای غیبی میتونن به من کمک بکنن که لازم نیست من به هر حالت و قیمتی بگم حالا من دیگه به زور باید بیدار بمونم. یعنی تو وقتی میخوای سحرخیز بشی آگاه میشی از فوایدش، میگی خب این فایده رو داره، این فایده رو داره، مثلا انرژی بیشتر بهم میده، ذهنمو خلاق میکنه. همینا رو میفهمی. مثلا با یک کتاب باشگاه 5 صبحی ها متوجه این داستان میشی. بعد میای سراغ چه مسئله‌ای؟ سراغ اینکه خب باشه حالا من بیدار شم. چالش من اینه که اصلا عادت ندارم به اینکه ساعت 5 صبح، منظورم از 5 صبح یعنی همون سحرخیزی. ببینین من ساعت سحرخیزی رو از 3:30 میگم تا 5:30. این ساعت طلایی سحرخیزی. حالا یکی ممکنه 4:15 باشه، یکی ممکنه 4 باشه، یکی ممکنه 4:30، یکی ممکنه 5 صبح. من یه اصطلاحه. اوکی، خب من فهمیدم فوایدش چیه. حالا میخوام سحرخیز بشم. راه حل من چیه؟ که بدون فشار و رنج این اتفاق بر من بیفته، بدون اینکه بخوام در عذاب باشم، بدون اینکه بخوام چرت بزنم، بدون اینکه بخوام با چوب کبریت چشمم باز نگه دارم. ما اینطوری بگم بهتره. خب روش‌های مختلفی من تست کردم. اول اصلا بهتون گفتم اگر در طول روز کارهایی رو بکنین که خلاف معنویت یا فطرت انسانیتون باشه، مثل غیبت کردن، یعنی با یه نفر دیگه بشینین راجع به یه نفر دیگه صحبت کنین، میشه غیبت. یا مثلا بیاین حسادت کنین تو دلتون به یک فردی. حسادت کردن فقط دلی نیستش. وقتی حسادت بالا میگیره آدم شروع میکنه به یک سری نقشه ها کشیدن و دشمنی ها کردن با طرف مقابل. چون حسادت فرقش با غبطه خوردن اینه که من میگم این خدا بهش داده به من که نمیده، پس بیام اینو بزنم شاید بتونم بکشمش پایین. حسادت کردن یعنی این. خب پس وقتی حسادت میکنم، وقتی که غیبت میکنم، وقتی که تو ذهنم آدم ها رو قضاوت میکنم. یه نکته‌ای بود توی دایرکت، من یه چیز دیدم، گاهی میام دیگه مثلا دایرکت رو نگاه میکنم پیجمو، دیدم مثلا یه بنده خدایی از مثلا 4 تا استوری من یه مثلا برداشتی کرد و برداشتش هم بد نبوده، ولی اصلا برداشت پرتی بود. خب من تو دل زندگی من دیگه من میدونم چی به چیه. خودم گفتم چه راحت با ذهنش میشینه مثلا قضاوت میکنه. اصلا چرا قضاوت میکنه؟ بشین بس کار زندگی خودت برس. این میشه قضاوت. وقتی من از دیتیل ماجرای کسی خبر نداشته باشم و با ذهن خودم یه فتوا صادر بکنم نسبت به عمل کردش یا یه موقعیت خاصی از طرف میبینم یا یه رفتار خاصی میبینم، میگم آها دیدی این شکلی بود، دیدی اون شکلی بود، یا از رفتار آدم‌ها من بیام مثلا دیگه قضاوت کنم که این نیتش چی بود نسبت به این رفتاری که من کرد، اینا میشه قضاوت. پس ما همش باید در خاموشی ذهن باشیم، یعنی هیچ برخورد و رفتاری رو نباید قضاوت کنیم. مثلا میگم تو مثلا حتی میای میگی که فلانی منو دوست نداشت،
میشه قضاوت. چرا فکر میکنی دوستت نداشت؟ مثلا میپرسیم، میگیم چرا فکر میکنی دوستت نداشت؟ میگه طرف میگه که خب به این دلیل که مثلا این رفتارها رو با من کرد. پس یه سری رفتارها تو از طرف دیدی، بعد میای تو ذهنت میشینی اینو قضاوتش میکنی، نتیجه نهایی این ذهن مریض میشه چی؟ اون فکر نهایی که میگه منو دوست نداشت برفرض. خب یه سری پس چیزای مدلی حسادت، کینه، دشمنی، قضاوت، غیبت، دروغ، اینا باعث میشه که من اصلا فرداش هر کاری هم بکنم بیدار نشم، یا اگر بیدار میشم که واقعا درصدش خیلی پایین میاد، راندمانی اصلا مغزم نداشته باشه. پس این اولین قانون بسیار بسیار مهم برای سحرخیزی. دومین مطلب این بود که یه سری تنفس‌ها لازم داری که من تو 3 جلسه اول بهت یاد دادم. چه تنفس‌هایی باعث میشه که بدن در شاداب‌ترین حالت ممکن قرار بگیره، که کل این 3 تا تنفس رو با هم انجام بدی 6 دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیره. مطلب بعدی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم بحث نیته. شنیدی میگن الاعمال بالنیات، یعنی میگه کار آدم‌ها خیلی مهمه که نیت پشت اون کار چیه. یعنی چی؟ من میام درس میخونم، یه نفر دیگه هم درس میخونه، درسمون هم یکیه، جفتمون باید بریم مثلا میگم فیزیک 3 دبیرستان رو بخونیم امتحان بدیم. نیت یک کسی از خوندن این درس اینه که من فقط بخونم، یه چیزایی یاد بگیرم، برم پاس کنم این امتحانو که دیپلممو بهم بدن. نیت یکی دیگه اینه که از درک مفاهیم فیزیک لذت میبره. نیت یک فرد دیگر این است که میدونه اگر نمره خوبی بیاره والدینش تشویقش میکنن. ببین نیت یعنی کار یکسانه، 3 نیت مختلف. من میخوام نیت بذارم 100 مدل دیگه هم میتونم نیت رو الان بیارم حالا همین 3 تا کافیه. 3 نیت مختلف از یک عمل واحد. یا مثلا میگم طرف یه ماشین خوب میگیره، مثلا خود من به شخص جز افرادی هم که میگم زندگی سطح بالا و ماشین خوب این چیزا باید باشه. اگر من یاد گرفتم قوانین فراروانی رو یا همون فراوانی که عوام بلدن و من باید تو ناز و نعمت باشم. یعنی میگم بایدیه، نیت من شواف نیست. حالا این کسی اگه بخواد قضاوت بکنه خودش میدونه و ذهن خودش. اما یه نفر دیگه میگه من میرم فلان ماشین رو میگیرم، چشم فلانی رو از حدقه در میارم، من میرم فلان سفر که بتونم 5 تا استوری بذارم، 5 تا استاتوس واتساپ بذارم، فلان دختر خالم مثلا ببینه، فلان دوستم ببینه، که متوجه بشه که مثلا من تو این سفر ببین نیت فرق کنه. یکی دیگه میگه من سفر میرم به نیت این که استراحت کنم. یکی دیگه میگه من سفر میرم به نیت این که بخوام گسترش دیدگاه ایجاد کنم. یه سری سفرها استراحتیه، مثلا سواحل نمیدونم خلوت که هتل های مثلا استراحتی دارن و نه پاساژ و مالی هست واسه گشتن، نه جای خاصی داره، طرف میره که استراحت کنه، ریلکس بکنه. یه نفر دیگه میگه من میخوام گسترش دیدگاه پیدا کنم، پس اون نباید دیگه سفر ساحلی بره، اون باید 4 تا بره کشور و شهر پایتخت و بزرگ رو ببینه که ببینه اونا چجوری زندگی میکنن، 4 تا اطلاعات جدید کسب کنه، بیاره تو مملکت خودش واسه مردم خودش پیاده کنه، هم خیر و ثواب میکنه هم درآمدش رو بالا میبره. از نیت سفرها حتی میتونه متفاوت باشه. حالا نیت تو از 5 صبح بیدار شدن چیه؟ یعنی اولین کاری که به خودت میکنی اینه که اصلا نیتم، من میام نیت خودم رو مشخص میکنم از این سحرخیزی. نیت من چیه؟ حالم خوب بشه، پیشرفت بکنم، به رویاها و آرمانهام برسم. نه مود شده همه بیدار میشم منم پا میشم. پس اولین گام همینه، نیت مشخص شه. پیشرفت بکنم، دوباره برو ببین نیت پشت پیشرفت چیه. پیشرفت بکنم که چه بشود، نیت پیشرفتم دوباره چیه. خب پیشرفت میکنم که مثلا خیلی‌ها، مثلا من خودم یکی از کسایی بودم که پیشرفت کردن مالی رو یکی از ابعادش رو تو این میدیدم که من باید پیشرفت کنم چون خانواده من مستحق، یعنی لیاقت این رو دارن که به هر آنچه که دوست دارن از طریق من برسن. من اینجوری بودم سفر خوب میخوان، لباس خوب میخوان، هر چیز خوبی که میخوان من براشون فراهم میکنم. یکی از انگیزه های زندگی کاری من اینه که خانواده من همیشه در نعمت باشن. حالا نیت تو چیه از پیشرفت کردن؟ خب ببین نیت که سو بشه هیچ کمکی از سمت کائنات بهت داده نمیشه. نیت سو، من پیشرفت کنم که فلانی ببینه بفهمه که من کی بودم.
نیت سو نیست، نیت یکم خنگانه است، یه خورده ناپخته است. باز دوباره میریم تو دل اون نیت، میبینیم که خب طرف بنده خدا چیز داره، تله اثبات داره. حالا کاری ندارم، نیت تو پس میای خیر میکنی. من خب اینو بهت بگم، اولین گام نیتت رو از سحرخیزی به صورت خیر، پر از خیر میچینی، خیرهاش رو در میاری و شرهاش رو دور میندازی. خب این میشه اولین گام برای نیت. بحث بعدی اینه که من به نیت اینکه اجازه پا شدن در سحرگاه به صورت راحت، دقت کن، من یکی از شعارام اینه همیشه همه چی باید به راحتی در زندگی اتفاق بیفته. نیت میکنم که در سحرگاه راحت بیدار شم، حتی اگر یک عمر عادت داشتم 11 صبح باشم، حتی اگر یک عمر عادت داشتم نمیدونم تا ساعت 3 صبح بیدار باشم، از اون تا ساعت 3 ظهر بخوابم. الان من فهمیدم، آگاه شدم سحرخیزی خوبه، من میخوام زود بخوابم، 10:30 11 9:30 تا 11 باید بخوابی، از اون برم باید بین 3:30 تا 5 بیدار شی. ولی من میخوام هیچ فشاری به جسم و روان و ذهنم نیاد، به راحت ترین حالت میخوام. به نیت اینکه میخوام به این خواسته برسم، میام 21 روز چیکار میکنم؟ کار خیر و ثواب میکنم. کارهای خیر و ثواب با هم فرق میکنه بچه‌ها. یه وقتی هست من میگم که آقا من که دارم غذا میپزم، مثلا من خانم خونه دارم، من که دارم غذا میپزم، یه پرس بیشتر میپزم که این یه پرس رو بدم بیرون. وقتی میدم بیرون یعنی نمیام از اضافه غذام بدم، از دورریز غذام نمیدم و میرم قشنگ خانوم ظرف میخرم از سوپر، ظرفای یه بار مصرف، قاشق چنگال میخرم، یه پرس بیشتر بار میذارم برنجم و خورشتم بیشتر میگیرم، همونجوری تر و تازه و داغ میبرم و یه پرس رو میدم بیرون. ولی هر روز این کار رو میکنم، 21 روز به نیت اینکه میخوام راحت بیدار شم، راحت بیدار شم. دقت کن، زندگی قرار نیست در سختی بشه. 21 روز نه، اصلا من آدمی نیستم که کار کنم، نمیتونم غذا درست کنم، دارم میرم بیرون سر روی سوپر نگه میرم، 21 روز یه سری خوراکی‌ها میگیرم میکنم تو کیسه اندازه وسع خودم، یه نفر رو پیدا میکنم بهش میدم. اینم یه راه دیگه. یه راه دیگه این که اصلا من آدم پول خرج کردن نیستم، الانم ندارم که بخوام چه پرس زیادی بدم چه از سوپر چیزی بگیرم. میرم سراغ مرحله بعدی، نیت کنم 21 روز هر روز یک نفر رو خوشحال بکنم. به نیت چی؟ به نیت اینکه من 21 روز من میخوام سحر به راحتی بیدار شم. پس امروز ما بحث نیت رو یاد گرفتیم قبل از اینکه قانون‌های معنوی رو باز بکنیم. پس از امروز شروع کن این نیت رو. چجوری خوشحال کنم آدمو رو؟ با یه پیام محبت آمیز. سریع خوشحال میشن، سریع روزشون ساخته میشه. مثلا من مامانم رفته بودن مسافرت فکر میکنم، بعد مثلا یه دختر خانمی توی پاساژی برگشت مادر من گفته بود چقدر شما خوشتیپی، اسم مایا خوشتیپی، خوشگلی، اسم مایا گفته بود. این مادر من فکر کنم 3 دفعه تو خاطراتش تو این 2 هفته‌ای که ما با هم بودیم اینو تعریف کرد. ما رفتیم فلان پاساژ، دختر من گفت چقدر شما خوشتیپی. خب ببین اینقدر خوشحالش کرده، یه دونه جمله است، یه جمله به این سادگی ها اینقدر میتونه روزی آدم بسازه که بارها و بارها حتی بشینه خاطرش رو مرور بکنه. من هنوز اصلا شناخته نشده بودم، مدرس نبودم، یادم یه کلاس توسعه فردی میرفتیم، بعد من میگم همیشه عادت من این شکلیه، مثلا من باید همیشه تو لوژ وی آی پی میشستم. میگم این خاص بودن شاید یکی از انتخابای من باشه، برای تو نباشه ها. یادم ما ردیف اول نشسته بودیم، یه خانم محجبه‌ای هم کنار من بود. بعد کلاس همینجوری گذشت و کلاس 7-8 ساعته گذشت یه چند ساعت بعد از کلاس بود، سلام علیکم اصلا با هم نکردیم، من نشستم این با ایشون. بعد نمیدونم 2-3 ساعت بود، یا آنتراک رفتیم اومدیم، یهو برگشت سمت من گفت چقدر شما زیبایی. اصلا این جمله رو این به من گفت، منم میگه رو ابرا تا شب همینجوری واسه خودم خوشحالی میکردم. این جمله این تیله تو مغز من تکون میخورد. پس برای خوشحال کردن آدم کار خاصی نمیخواد بکنی، فقط یه تعریف ساده میتونی داشته باشی از جذابیت ها و ویژگی های واقعیشون، چون خود آدم میدونن که تو چه چیزهایی ویژگیشون بارزتره. ممکنه یه آدم زیبا نباشه ولی بسیار مهربون باشه، ممکنه یه آدم مهربون نباشه بسیار زیبا باشه، ممکنه یه آدم بسیار پشتکار داشته باشه، ممکنه یه آدم بسیار بخشنده باشه. بچسب همون خصوصیت رو تعریف کن ازش. یادم یه اسیستان داشتم وقتی که شرکت ساختمانی داشتم، این خانم زیبایی نبود،
واقعا المان‌های زیبایی یک زن رو که بگیم فریبنده است نداشت، ولی بسیار بسیار مهربون، بسیار عجیب غریب مهربون. این از همه تعریفی میکرد. اصلا من صبح به صبح به دیدن این خانم معتاد شده بودم که این بیاد یه چیزی بگی روز منو بسازه. ببین به این حد کوچیک دارم بهت میگم تو میتونی آدما رو خوشحال بکنی. امیدوارم که متوجه بحث نیت شده باشی. بریم سراغ قوانین معنوی. قانون 15 رو میخوایم با هم بررسی کنیم. عشق. قانون 15 عشقه. عشق احساس نیست. عشق خود ما هستیم. یعنی چی؟ من این برنامه میکنم چون یه سری خلاصه برداری کردم بهتون نشون بدم. خلاصه برداری منم زیاده. یه 2 صفحه نوشتم که بزنم قشنگ تو خال دارم از قوانین معنوی میگم. عشق تجسم تجلی ما در کره خاکیه. عشق خود ما هستیم. ما از عشق به وجود اومدیم بچه‌ها. و وقتی که من از عشق به وجود اومدم نمیتونم دنبال احساس عاشقی بگردم. وقتی خود من عشق هستم نمیتونم دنبال این احساس بگردم، چون این احساس در واقع منه. و حالا نکته جالب، اگر در نفرت، خصومت و دشمنی باشم، نه این که من از این احساس خالیم، چون عشق من هستم. من فقط کمی آگاهیم نسبت به ذات الهی خودم کم شده. خیلی جالبه نه؟ پس هر انسانی تو این کره خاکی، اگر یاد باشه قوانین قبلی رو با هم بررسی کردیم، تو این کره خاکی اومده و متعهد برای رسیدن به یک هدفی. حالا هدف ما از زندگی در این کره خاکی اینه که به جایی برسیم؟ نه، یه چیز جالب میخوام بهت بگم. هدف ما اینه که برگردیم به مبدأ خودمون. ما از یک مبدأی اومدیم به اسم عشق، داریم میچرخیم که حواس مختلف رو، احساسهای مختلف رو مثل همین نفرت، خصومت، دشمنی و اینجور چیزا رو تجربه کنیم. ولی خلوص ذات من و تو عشقه. تصور کن مثل یک کش میمونه که من میکشم کشو، خب من کشو کشیدم، در نهایت وقتی که ولش میکنم چی میشه؟ کش بر میگرده، از اون حالت ارتجاعش خارج میشه و به مبدأش برمیگرده. سفر زندگی من و تو در مسیر هدف رفت و برگشت نیست. ما همون مبدأ کشیم، کمی کشیده شدیم، فقط کافیه رها کنیم خودمون رو، برمیگردیم به اون کشف مجدد خودمون که معنای زندگی من و تو هم اینه که کشف مجدد کنیم. چرا میگم ما خود عشقیم؟ بذار با یه مثال برات ثابت بکنم. فکر کن به این نکته که ما چرا باید از یک کلمه محبت آمیز خوشحال شیم؟ مثل چی؟ من بهت میگم تو تجلی زیبایی خدا روی زمینی، چقدر لذت میبری. حالا فکر کن انفرادی اصلا جلو رود بشینم میگم وای تو بی‌نظیری، تو تجلی زیبایی خدا هستی، خوشحالم که آشنا شدم باهات، چقدر خوشحال میشم. بعد میام برعکسش یه حرف تند میزنم، میگم وای تو چه نکبتی هستی، اصلا من چرا تو رو دیدم، چه گناهی کردم تو رو دیدم، چجوری میشی؟ حالت بد میشه. پس یه نکته، پس اگر من و تو از شنیدن حرفهای زیبا خوشحال میشیم، این یه آلارمی رو داره من و تو میده. ما همون کشه ایم، ما اون عشقه ایم. به خاطر همین حرفای قشنگ میتونه خیلی خوشحالمون کنه. یه پیام خیلی واضح باید درک کنیم از کل معنای زندگی. همه چیز عشقه. این جمله رو باید فراموش نکنیم. همه چیز عشقه. بریم سراغ قانون معنوی بعدی. قانون 16 قانون دنیای فرازمانی. دنیای فرازمانی من سعی کردم تو قانون‌های قبلی هم اشاره بکنم به دنیای فرازمانی. دنیایی که الان در واقع ما داخلش هستیم و به بعد مکان وصله، زمان درش تعریف میشه. پس ما در بعدی فعلا زندگی میکنیم که زمان داخلش حکم فرماست. چرا من اگر از یک بعدی اومدم که لا زمان و لا مکان بوده، چرا اصلا باید بیام بعد زمان رو انتخاب کنم؟ و چرا باید درک کنم که دنیای فرازمانی هم وجود داره؟ من به این دلیل دنیای زمانی رو قبول کردم و اومدم داخلش که
خلقت انجام بدم. یکی از صفتهای بارز خدا خالق بودنشه و من و تو از در قالب روح شاید خلقتی نتونیم داشته باشیم، در قالب جسمه که میتونیم خلقت کنیم. خلقت یعنی چی؟ یعنی همین که مثلا یکی میاد یک نقاشی میکشه به کمک جسمش و مکانی که درش هست داره میکشه. پس مکان نیاز به زمان داره. میدونم خیلی ساده گفته باشم که درک بکنی. بعدهای بسیاری در این دنیا وجود داره. ما فعلا در بعد مکان و زمان هستیم دوست من، ولی باید بدونی این تنها مرحله زندگی و سفر تو نیست. و بعد از این سفر که حالا توی در واقع عوام اسمش رو مرگ میذارم، من تو دوره ذهن گفتم تعریف مرگ یعنی نیروانا. حالا نمیخوام وارد نیروانا بشم، ولی بعد از این مفهوم انتزاعی مرگ ما وارد یک بعد دیگری میشویم که محدودیت زمانی از من و تو برداشته میشه دنیای فرازمانی که از الان باید درکش کنی که ترست از مردن برداشته بشه. مرگی در کار نیست، در بعدی بالاتر قرار زندگی بکنی. خب نکته مهم اینه که تو مراقبه ما به دنیای فرازمان وارد میشیم. همه اینا رو گفتم به این نقطه برسونم. دیدی یه زمانی مد شده بود انگشترای این کلمه هیچ، تابلوهاش، نمیدونم مجسمه هاش، انگشتراش کلمه هیچ. یا مثلا اونایی که خیلی اهل مراقبه هستن، بچه‌هایی که یوگی هستن، کلمه هیچ و فلسفه‌ش رو میدونم. من یه دفعه یه لایو گذاشتم، اومدم یک شعری از مولانا رو تفسیر کردم. خیلی وقت پیش بود، یه سال پیش بود که گفتم این شعری که راجع به هیچ مولانا گفت، اصلا این کلمه هیچ از اون شعر در من معنیش چی بود نمیخوام وارد دیتیلش بشم، خیلی بخوام بازش بکنم. ولی نکته‌ای که در کلمه هیچ هست اینجاست که ما وقتی در هیچ فرو میریم در واقع این هیچ همه چیزه. فقط ما وقتی در همه چیز هستیم، چون نمیتونیم ادراکی از همه چیز در آن واحد با هم داشته باشیم، به جایی که بگیم همه چیز وجود داره، داریم میگیم هیچ. در آن زمان و آن مکان هیچ چیز قابل ادراک نبود، چون انقدر همه چیز بود من هیچ چیز رو درک نکردم. اونجا زمان مراقبه است. همونجا که گفتم 3 دقیقه تو روز بی ذهن کن خودت رو. مطمئنم اولش 30 ثانیه هم نمیتونی این کارو بکنی، چون ذهن ما آدم ها مثل یه اسبه. اسبا باید رام بشن. اسب به خودی خود، به ذات خود وحشیه. طبیعت اسب وحشیه. آدمه که میگیره اسب رو رام میکنه. خب ذهن ما هم یک اسب وحشیه. یعنی تو توقع نداشته باش اول مراقبه تو وارد هیچ بشی، هیچی دیگه اصلا به هیچی فکر نکنی. بعد از یه مدتی، بعد از 1 سال تمرین مراقبه 3-4 دقیقه 5 دقیقه، یهو میبینی کل نصف روزت تو هیچی، یعنی اصلا به هیچی فکر نمی‌کنی. من خودم جزو افرادی هستم که شاید باورت نشه، شاید مثلا 1 ساعت من نشستم کاری نمی‌کنم، به هیچ چیز فکر نمی‌کنم. یعنی ذهن رو افسار انداختم. ذهن باید تربیت بشه. ذهن چموشی که مدام در حال داوری کردن و قضاوت باشه افسار نداره، این اصل وحشیه. پس من اگر بخوام معنی دنیای فرازمان رو درک بکنم، باید بودن در هیچ به معنای بودن در همه چیز رو بفهمم. چجوری؟ با مراقبه. و اونجاست که من دنیای فرازمان رو در همین دنیایی که محدود به زمان هستم میتونم درکش کنم. بریم سراغ قانون 17 سایر اشکال زندگی. قانون 17 معنوی سایر اشکال زندگی هست. میگه شما در این جهانی که زندگی میکنید فکر نکنید فقط خودتون هستین. موجودات دیگری هستن در ابعاد و بعدهای در بعدهای مختلفی. یعنی ممکنه یه موجودی بعدش از تو بالاتر باشه، یه موجودی بعدش از تو پایین‌تر باشه. برای من تو قابل ادراک نیست. بذار برات مثال بزنم. تو قرآن ما سوره داریم راجع به چی؟ فرشته ها. هی میگه ملائک. من تو مگه ملائک رو دیدیم؟ نه. در همین جهانن در بعد من و تو نیستن که بتونیم درکشون کنیم. برای همین قانون 17 داره میگه سایر اشکال زندگیت رو حتی اگر با ادراک زمینیت درک نمی‌کنی بپذیر.
تو فقط قابل درک نیست واسه، وجود داره ملائک، وجود داره اجنه، همه اینا در قرآن اومده. وجود داره صدای بلند مورچه، من و تو نمیشنویم، من و تو یه بازه بین فراسوت و فروسوت رو میشنویم، بالاتر از اون رو نمیشنویم چون کر میشیم، پرده گوشمون پاره میشه، پایین تر از اون هم نمیشنویم چون ظرفیت شنواییش رو نداریم. اما میگن صدای مورچه انقدر بلنده که اگر بشنویم کر خواهیم شد، مورچه به اون کوچیکی. پس این اشکال زندگی اگر من و تو درکشون نمی‌کنیم دلیل بر این نمیشه که وجود نداشته باشه. یه مثال معروفی که میگه بچه کوچیک درک نمیکنه که این مثلا پریز برقه، اگه یه میخم برداره بکنه تو پریز برق میگیرتش، اصلا ربطی نداره که پس درک بکنه یا نه، قوانین کار خودش رو میکنه. حالا به چه دردمون میخوره اگر من بفهمم در این عالم تنها نیستم و موجوداتی هستن که از من اصلا خیلی تکامل یافتن و قطعا و یقینا وجود دارن. ما داریم میگیم مثلا تو بعد از مرگ توی یه بعد بالاتر میری، پس شاید همینجا داری زندگی میکنی، فقط برای من انسان دیگه قابل درک نیستش. فقط نکته‌ای که باید بدونیم اینه که آگاهی از زمان گذرا در این زندگی باعث میشود که ما بتونیم فرصت‌های تجربه کردن رو داشته باشیم. یعنی وقتی من میفهمم که زمان گذراست، اشکال دیگری وجود دارن در این زندگی که فقط برای من قابل درک نیست ولی اینها وجود دارن، چه اتفاقی میفته؟ یاد میگیرم که در بعد زمان گذرا میتونم یک سری تجربه‌های، فرصتی برای تجربه کردن داشته باشم. تجربه‌های چی؟ تجربه‌های احساسی. دقت کن به حرف من. ما اگر در حالت روح باشیم احساس ما تماما عشق و شادیه، اما ما اومدیم توی این زندگی زمینی که احساسهای متضاد رو هم درک بکنیم. یعنی احساس شادی در کنارش غم رو بفهمم، احساس خوشحالی در کنارش ناراحتی رو بفهمم، احساس عشق، احساس حسرت، تمام احساسهای متضاد رو ما در این شکل زندگی میتونیم درک کنیم. اما دلیل بر این نمیشه که سایر اشکال زندگی وجود نداشته باشن. پس تجربه این احساسات فقط در بعد فیزیکی برای من و تو اتفاق میفته. پس با اتفاقات زمینی به خودمون قول بدیم گیج نشیم. یعنی چی؟ یعنی من اتفاق بد واسم میفته، گیج نمیشم، ناراحت نمیشم. مثلا ناراحتی میدونی مثل چی؟ مثل پشیمونی، مثل احساسی مثل ترس، پشیمونی، احساس گناه. از اتفاقات بد زندگی نباید به این حسا برسی: گناه، پشیمونی و ترس. چرا؟ چون این مانع تجربه کردن من و تو میشه و ما اینجا اومدیم فقط تجربه کنیم. بد و خوب معنی نداره، ما فقط برای تجربه کردن و آزمایش کردن وارد این دنیا شدیم که دوباره مثل اون کشه برنمیگردیم. ما خود همون مبدأ هستیم، فقط یک کشی هستیم که کمی کشیده شدیم. حالا این نکته هم از قانون 17. برسیم سراغ قانون 18. قانون 18 قانون فراروانیه. ببین قانون فراروانی اگه کلمش رو بنویسی روی کاغذ دوست من، فقط یه دونه، من اینجا نوشتم برای خودم جالب بود، فقط یه دونه ریو از اون وسط برداری، چه اتفاقی میفته؟ تبدیل به کلمه فراوانی میشه. دقت کردی چی شد؟ همون واژه فراوانی که خیلی از افراد دارن ازش صحبت میکنن با فرقی از نظر تعریفی با فراروانی نداره. حالا ما چرا داریم میگیم قانون 18 یعنی قانون فراروانی؟ به خاطر اینکه فراوانی در زندگی شما قابل به دست آوردن نیست. اشتباهی که خیلی از افراد میکنن اینه که فکر میکنن فراوانی باید به دست بیاد، پول باید به دست بیاد، در حالی که تو قوانین معنوی میگن که فراروانی یعنی چی؟ یعنی در زندگی شما اینها وجود داره، تو فقط باید اجازه روان شدن در سطح ظاهری بهش بدی. خیلی به خودم من سعی میکنم قوانین رو ساده بگم که قابل درک باشه. یه بار دیگه با هم بررسی کنیم. ببین آدم عوام در تعریفش از فراوانی میگه هر چیزی که زیاد باشه. چیزای زیاد هم مثل پول زیاد من باید برم به دست بیارم دیگه. خب میگه نه، فراوانی یا همون فراروانی این نیست که تو بری به دستش بیاری. در زندگی تو هست فراروانی یا فراوانی.
فقط بذار روان بشه در زندگیت، فقط بذار ظاهر بشه در زندگیت. چجوری میتونم بذارم فقط ظاهر بشه؟ یعنی من اینو دارم از قبل در درون خودم فراوانی هست، گنجشکا پا شدم، از قبل در درون من فراوانی هست، من نباید به دستش بیارم. چطور اجازه میدهم که ظاهر شه؟ با زندگی کردن در فراوانی. شاید خود داره سخت‌تر میشه ولی نکته آسونش الان میرسیم. زندگی کردن در فراوانی یعنی چی؟ یعنی من نباید در غم یا حسرت رسیدن به فراوانی ها باشم، من باید فراوانی های زندگیم رو ببینم. یعنی باید شکرگزاری کنم مدام. مثلا من میگم که از یکی از قوی ترین قوانین رسیدن به پوله ها این نکته 18 من اگه ایجاد باشم قانون 18 رو 7-8 بار گوش میکنم. من میگم که من دلم پای ماشین داشته باشم، من پیاده ام، هر روز دارم با اتوبوس میرم و میام، دلم پای ماشین داشته باشم. بابا خدا بسته دیگه، این همه آدم ماشین میدی، چرا من ماشین نمیدی؟ این آدم داره چیکار میکنه؟ داره میگه فراوانی که من میخواهم باید به دست بیاد، من ندارمش. خب اما یه آدم دیگه میاد میگه که اگه ماشینم داشتم خوب بودا، زودتر میرسیدم سر کار یا این برانور بیشتر میرفتم. ولی چه جالب، من کلی چیزا الان واسه شکرگزاری دارم. مثلا پول اتوبوس دارم برم این برانور، مثلا پای سالم دارم که بتونم مثلا از در خونه راه برم به اون اتوبوسه برسم، مثلا چشم سالم دارم بدون کمک کسی میتونم از در خونه در بیام و سوار اتوبوسه بشم. الان یک آدم نابینا چطوری میتونه اصلا هر روزم بخواد بره بیرون؟ چطوری میتونه این مسیرهای خیابون به این خطرناکی و بگذره، خودش رو به ایستگاه اتوبوس برسونه؟ خیلی خیلی نادر این اتفاق میفته. یه آدمی که نمیدونم پاش شکسته چجوری هر روز خودش رو میتونه به اتوبوسه برسونه؟ اصلا چجوری میخواد سوار اتوبوسه بشه؟ چجوری میخواد با اون پای گچ گرفته بره تو اتوبوس؟ پس من الان خیلی چیزا دارم. پس قانون فراروانی میگه که اوکی، تو اصلا آدمیزاد ذاتش به اینه که هر لحظه بخواد چیزهای بیشتری رو تجربه بکنه، اتفاقهای جدیدتر، بزرگتر. ولی فراموش نکن تو نباید طلب کنی فراوانی رو، تو داری، تو فقط باید یاد بگیری نسبت به داشتهات شکرگزار باشی و نسبت به اون آینده‌ای که میخوای داشته باشی بسیار خوشبین باشی، چون اون آینده از همین الان پتانسیلش درون تو هست. کلید باز کردنش و رسیدنش شکرگزاری از داشتهاته. حالا یه نکته جالبی که من نوشتم اینجا بهتون بگم، یه ضرب مثلی ما ایرانی‌ها داریم، حالا من متن ادبیشو میگم، ضرب مثلش هم خودت حتما میفهمی دیگه. میگه به هر که داشته باشد بیشتر داده خواهد شد، اما از آن که ندارد آنچه را که دارد هم گرفته خواهد شد. میگن پولدارا پولدارتر میشن و فقیرا فقیرتر. چرا این اتفاق میفته؟ چون اون کسی که داره در قانون فراروانی قرار گرفته و اون کسی که نداره در حسرت داشتن قرار گرفته. پس قانون خیلی ساده است، اون داره اشتباهی میزنه، اون داره همش حسرت نداشته هاش رو میخوره و همون چند تا چیزی هم که داره ازش میگیرن. چرا؟ چون اصلا قانون شکرگزاری و فراروانی رو یاد نداره. اما تو امروز یاد گرفتی که من برای رسیدن به بزرگترین هدفهایم فقط کافیه که از قانون فراروانی استفاده کنم. قانون فراروانی چیه؟ شکرگزاری از وضعیت فعلی و داشته ها. پس اگر من در حالت فقدان زندگی کنم، یعنی بگم اینو ندارم اونو ندارم، تمرکز بر، اگه بخوام قانون جذبی بهت بگم، تمرکز بر نداشته هاست، خب این حالت چه اتفاقی رقم میزنه؟ اون فرد همیشه در نیاز خواسته های مختلف باقی میمونه. یا همین داستانی که میگه آن کس که دارد بیشتر داده میشه و اون کسی که نداره همون چیزی هم که داره ازش گرفته میشه. فرق بین فراوانی و فراروانی یه دونه حرف ر، فقط معنی‌های مشترک دارن اما مفهومش باید عمیقاً درک بشه. روان شدن هر آنچه که از قبل درون تو بوده با قانون فراروانی اتفاق میفته
که در ادامه فراوانی و وفور در زندگی من تو میتونه پیش بیاد. حالا خیلی متن و ادبی رو سخت من نکنم، بخوام خیلی ساده به توضیح بدم داستان رو، اینه که آقا شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کتت بیرون کند. یعنی من یه ماشینی دارم، میخوام ماشین بهتر داشته باشم. اگه حسرت بخورم 1000 سال داده نمیشه، اون یکی هم گرفته میشه یا همیشه خراب میشه. اگه بیام بگم چه خفن که اصلا من اجازه میدی به این فکر کنم که بالاتر از اینو داشته باشم، چه خوبه که اصلا من انگیزه میدی که به پیشرفت فکر بکنم، چه خوبه که من اصلا رانندگی بلدم، حالا ماشین بعدی هم بیاد من میتونم رانندگی بکنم، چه خوب و خفنه که چشای من میبینه میتونم رانندگی کنم، چه خفنه که گوشای من میشنوه ناشنوا نیستم میتونم راحت رانندگی کنم. چقدر خوبه خوده که اینقدر تنوع تو دنیا هست. اگه مثلا همه ماشینا شبیه هم بود، اگه قیافه همه آدما شبیه هم بود، اگه صفت‌های روحی همه شبیه هم بود، اصلا دیگه چه تنوعی می بود؟ آدم دیگه دق می‌کرد دیگه. ما یه سری ربات داریم کنار هم زندگی می‌کنیم. پس این تنوع نمیدونم محصولی که در دنیا گذاشتی چقدر خوبه. اصلا همین که من خواستم غرق در لذتم. حالا این که تو بدی یا ندی چیه داستان؟ این دیگه صلاح توئه. من همین که میتونم حتی در رویا تصور کنم و درخواست بدم برای من سراسر لذت میاره. منظور از فراروانی در واقع این مطلبه. مرسی دوستان عزیز از اینکه حدوداً 36 دقیقه من همراه بودین. بابت دیروزم که لایو برگزار نشد من عذرخواهی میکنم. ما یک ترافیک عجیب و غریب تو جاده اصلا من تجربه نکرده بودم، چون هیچ وقت من ظهر و بعد از ظهر برنمیگشتم دیگه، به خاطر مادرم که اصرار داشت که نه دیگه نمونیم تا فردا صبح. ما اومدیم تو جاده، اصلا یه چیز عجیب، یعنی ترافیک تهران وسط جاده شمال. و من وقتی که رسیدم خونه با خودم گفتم نه حالا برگزار میکنم. نه این نبود که مثلا نیتم از شبش این باشه که برگزار نکنم، ولی هر چقدر من از ساعت 4 پا شدم نشستم دوباره گفتم 10 دقیقه بخوام، احساس میکردم این مغز من ریفرش نمیشه که بتونم یه صحبت خوب باهات داشته باشم. چون قوانین معنوی هم که من دارم صحبت میکنم قوانین معنوی ساده ای نیستم، من باید بتونم برات جا بندازم مطلب رو. به خاطر همین دیگه من مجبور شدم عذرخواهی کنم، بگم من نمیتونم، قادر نیستم واقعا این لایو رو برگزار کنم. انشاءالله تا انتهای دوره این قضیه پیش نیاد. داشتم روز تقویم رو نگاه میکردم قبل از اینکه لایو رو باز بکنم. چند تا نکته بهتون بگم. مثلا 12 و 13 میدم شنبه یک شنبه است، با وجود اینکه تعطیل رسمی ما کلاسمون رو داریم. یه دونه هم فکر میکنم 23 آره فکر میکنم 23 بود شهادت حضرت علی بود، اونجا هم ما داریم، ولی جمعه ها تعطیل هستیم. یعنی ما یه فردا پنجشنبه رو کلاس داریم، جمعه تعطیل میشیم، دوباره از شنبه شروع میکنیم. همیشه طبق معمول تمام کلاس‌های 5 صبح ما این بوده که ما جمعه ها تعطیل بودیم. و این هم از این هم گفتم بهتون اطلاع بدم. یه کانال داریم دوستان عزیز که همین لایوایی که الان ضبط می‌کنم گوشی که اینجوری دست من هست. حالا من یه میکروفون فردا میگم از دفتر من بدن، این گوشیه رو من دیگه اینجوری دستم نگیرم، میذارم رو زمین میکروفون به خودم وصل میکنم. فردا ما یه کانالی داریم که همین جلسه هایی که به صورت لایو میریم رو وایسش رو من دارم با یه گوشی ضبط میکنم، به صورت وایسی میذارم داخل اون کانال. فکر کنم تقریبا همتون عضو شدین جز یه جماعت 400 نفریتون موندین که هنوز نیومدین داخل کانال. ما لینکش رو بارها گذاشتیم داخل استوری، اصلا میگم بچه‌ها هایلایتش کنن. اگه جا موندی حتما عضو اون کانال تلگرام هم بشو، چون پرایوت نمیتونی از اونجا چیزی سند کنی، نمیتونی لینکش رو خودت پیدا کنی، از بعد بزنی رو لینکی که ما گذاشتیم برات. و اگه میخوای وایس هم راحت تر گوش کنی یا اصلا مدلت اینطوری که ضبط در 2 بکنی یه چیزی رو گوش بکنی، این کانال خیلی میتونه بهت کمک بکنه. خیلی دوستتون دارم. صبحتون بخیر باشه. دیگه هوا کامل داره روشن میشه و بریم برای قانون طلایی سحرخیزیمون. مرسی. خدا نگهدار.